مرحمت خانم، آسیا در خانه. میخواستم با او صحبت کنم. در خانه هم کی اومد از گویا؟ یک دوستی پیشنگویی. نامتون؟ یک شناس. لطفاً جزنید. هر مالش بازی میرسونم. یگان شخص اومدن. یک جوانب خانواده را دیدن میخواستند. کیست؟ نامشون چی بوده؟ نمیدونم. گوش کن، چرا نامش رو نمیپرسید؟ یک شناسی دیری نتوند از خانم با زبان نمیخیرد. من نمیدونم کی باشد. خدایا من چی گویم؟ چی گویم؟ بگوی درویت کی بوده است؟ مرحمت گذارید. یا توبه، ای خدا. او به کجا رفت؟ خودی نمیجود. شاید رفته است. مهمونمون در کجاست؟ رفت است خانم. ای خدا ای خدا، امروز عجیب روز است برای من. بعضا همین طور می شود. تو برایم یک داروی سردرد بیار، سرم سخت درد می کند. من میارم. اگر سرتان درد کند من کمک میکنم، کمی مساج کنم اگر زحمت نشه. هی هیچ گپ نی. تشکر. مرحمت دخترم. آقای ایهان، یاسین اومدنتون رو از ریزه دیده است. من خواطر شدم. یا اینکه خواب بودید؟ نه بیا، گذر. مرحمت. شما در تاریکی نشستن رو دوست می‌دارید؟ وقتی درون آدم تاریک شود، بودن یا نبودن روشنی چه فرق دارد؟ این طرف باشد اگر بیایید اول از اطراف سر میکنیم، شاید درونم روشن شود. مایلش. مرحمت.
گذر دخترم، گذر. چقدر دختری زیبا شده ای، مثل مادرت. او هم همینطور نگاه میکرد. وقتی شهر میداشت مثل تو چشمانش رو میگریزاند. حاضر خیسته با پیش پایت افتر بخشش پرسد، التجا کنم من رو بخشیده میتوانی؟ پدر گفته من رو با آغوش میگیری؟ چی میگفتیم؟ اصلا تو چی؟ پشیمان شده به فکرم برای خانه یک آدم پیر و بیمار را کرایه گرفتنت در نصیبت بوده است. از کجا میدونستی؟ اصلا من میدونستم. به اینجا اومدنی من تصادف نبود. یعنی این خونه رو تنها به خاطر شما کرایه گرفتم. یعنی اگر زد نشوید به شما یک حکایه نقل میکنم. حکایه یک دخترکی خورد. یک دخترکی که پدرش مادرش رو ترک کرده است. چندین سال نفری رو که او رو به وای رسانیده بود مادر فکر میکرد. در آخر این حیات مشکلی حقیقت رو روی آب آورد. او هم تمام جسارتش رو جمع کرده به جستجوی آیلش پرداخته است. از پس اونهایی رفته است که او رو از مادر و پدرش جدا کردند. دختری رو یافته است که او رو به فرزندی داده بوده است. میخواست از با او صحبت کرده اونها رو روبرو کند، اما موفق نشده است. بعد تقدیر از پیشش نفری رو برآورده است که چنین درد میکشد. یعنی که چنانی که شما رو برآورده است. در خصوصی آقای عارف گپ میزنم. من میدونستم که اون روز با او با میخورم. من هم همونجا بودم. بعد شما رو تعقیب کردم، خونه تو رو یافتم. باز با شما چی گفتند؟ شما هم فرزندهایتون رو میجستید. یعنی من فکر کردم که شاید شما هم چیزی میدونید. و تو چیزهای نادرست گفتند. اون مسئله کودک نبود، مسئله پولی بود. هم من اون آدم را از دور میشناسم. اما من انشالله آیلتان رو میابید. انشالله که انسان‌های لایقی شما پیدا میشوند.
چرا مثل گوری رها رفتی؟ برای چی؟ تشکر، لیکن زحمت کشیدی، دلم نمیخواهد. بیایید تبسم کنید اکنون. به خدا وقت شما رو چنین میبینم خیلی غمگین میشوم. چیکار کنم؟ خودم رو از اندیشه دور کرده نمیتونم. از چی؟ یعنی شاید به نصیب پدرت روم. آخر کمی پیشتر گپ زدیم، گفتید که شما رو ترک کرده رفته بود. پینور، من حالش رو دیدم، خیلی بیمار است. یعنی حق دارد بداند که او دختر دارد. آخر البته خودتان میدونید، اما خوبش قرار تأجیلی نبرورید. به فکرم باز عذاب روحی کشیدن نمیخواهید، همینطور نه؟ من هم نمیخواهم. با اینجا بیا، زودتر بیا. کنی گپ زد چی شد؟ چی میگوید؟ ای چی میگفت آخر؟ غم خورده شیسته است. به نزد شوهرم روم یا نروم، دختردار بودنش رو گویم یا نگویم؟ به خدا دیوانه میشوم. تو به اینجا رسیده است. رفته با گوی شوهرت میدونید یا اگه چیز گوی آخر در جایش شیند، به هیچ کجا نرود. رو گوی به هیچ کجا نرود. مگر من این ثروت رو بیهوده صرف میکنم؟ با او چنان گپ‌هایی میگویم که رفتن آن طرف است. از شوهرش نفرت میکند. نفرت. این چی بوده است؟ حالا چیزهای بسیاری رو نمیدونم. شوهرش چنان کاری کرده بود که. چی کار کرده است؟ سورپریز. صورت اما کیشرم رو همه چسبونید؟ چرا نچسبونید؟ آخر او مرد که؟ بگذار، او حالا همه کمون است. شما چی کار میکنید؟ همه رسم‌ها رو پاره کردید؟ وظیفه خانگی هم رو اجرا میکنم. امینه به من کمک میکند. معلمه گفتند که درخت اولوی سازید، رسم‌ها رو چسبونید، در زیرش نام‌هایشون رو نویسید. رسم‌های بیان در کجا؟ همه جا رو دیدیم اما نیافتیم. من آنها رو گرفتم. مادر چرا بابایم یک رسم ندارن؟ از اینجا به اینجا کوچیده می ایستادیم. حالا در دستم نیست. پلیس باید پرو میکنید. خب یکم کار کن. چی کار کنم؟ بیروید. از همه درستش همین، یعنی صاحبی دختر بودنش رو او هم باید داند. خانم آسیه، چقدر انسانی خوبید، چقدر دلی گشاد دارید. کاش که آقای ایهان هم مثل شما همین خیلی با انصاف می بودند. شما نامش رو از کجا می دانید؟ بیایید خانم آسیه، چینید با شما چیزهای زیادی رو نکنه کنم. گذارید. من تنها نامش رو نه، در باره‌اش چیزهای زیادی میدونم. خانم آسیه، خانم جانم، گپ رو در روز نکنید، زودتر گویید. معلش میگویم، گوش کنید. خانم آسیه، ما با شما از خویش و اقربا هم نزدیکتر شدیم. برای همین دلم راضی نمی شود که اجازه دهم تا شخصی ساختکار شما را ناراحت کرده از نو غمگین سازد. برای همین هم نمیخواهم که شما اونجا روید. چرا اینطور میگویید؟ شرح میدید؟ چنان مشکل است که زبانم نمیگردد با شما گپ زنم. لطفاً خانم جانم. معلش میگویم.
وقتی برای گرفتن پناه به بیمارخانه رفتم در نزد همشیره یک جوان ایستاده بود. من به نزدشون نرفتم، اما از سراغ در تمام سخنهایش را شنیدم. پناه را بوسید، دستوری کرد، بوی کشید، بعد یک توماری داد. این را از گردنش هیچگاه نباید گرفت. حتی با فکرم در درونش انگشترینش را گذاشته بود. خیلی گریه کرد، خیلی. یعنی میدونید که پناه رو به شما میدهند و این چشم پوشید، همین طور؟ اصلا تمام مسئله همین است. برای خاموش ایستادنش از آقای غالب پول گرفته بوده است، البته برای جدا شدنش هم. برای همین نروید، میگویم خانم آسیا، با او گپ نزنید. ای خدا، چطور این کار رو روا دیدی؟ خیر، بلو با پسی من، لیکن پناه چی گناه داشت؟ برای همین نمیارزد میگویم خانم آسیا، شما اینقدر سال دخترتان را مرده فکر میکردید، اما او با وجود همه چیز را دانستنش به شما خبر نداد. خیلی هیچ گپ جانم، در آخر دخترتان را یافتید، اهمیت ندید، فراموش کنید، رود. آنها در گذشته موندند، شکر همش پشت سر شد. او رو پشیمان میکنم، پشیمانش میکنم. نه خانم آسیا، مگر مرا نشنیدید؟ من چی گفتم؟ پول گرفته بود میگویم، از همش خبردار بود میگویم. و نزد این خیلی انسان رفته چی کار میکنید؟ او به من حسابات میدهد، چرا این رو به من روا دید؟ حالا شما خیلی عصبانیید. اگر خواهید بیایید کمی صحبت کنیم، آخر بعدم پشیمان میشوید. بیایید شنید؟ نه جانم، شیشتر نمیخوام با من کار دور مشم. رئیس یکم کار کن، یکم کار کن. آخر چی کار کنم جانم؟ مجبوری یعنی آفرین خانم آسیا. نه من خودم میرم. سورپریز بود است. چقدر سورپریز ها؟ رئیس جانم، من از کجا میدونستم که این طور میشود؟ فکر کردم که او دست میکشد، اما او جزی تر شد. گوش کن، اگر از این کار گذریم باید هر چیز زودتر از پس کارمون شویم، فهمو؟ هیچ نباشد وقتی از استانبول گریختارمون با خودمون پرشتنگه داشته باشیم. جانم باز به حبسخانه نرویم پینار جان؟ چی؟ بله. اینقدر اشو چطور جو میگیرد؟ خانه خورد است. مادر چی کار کنیم؟ پولمون کم بود، برای کرایه همین جا رسید. ای جانم، اینقدر قرض گرفتید، یگان خانه کلانتری یافتن نتوانستید. مسئله خانه را کرایه گرفتن نیست. مسئله هر ماه آن پول را سپاریدن است. به چه روزها افتیدیم خدایا؟ خودمان کردیم و خودمان یافتیم. چرا گپ نمیزنی؟ نمیدونم به من اجازت گپ زدن هست یا نه، اما مرحمت دخترم، گپ زن. پدر میخوان این خونه رو به نبیره هایش. این موضوع رو هیچ نکشای آسمان. تو حق نداری در این موضوع گپ زنی. اگر پدرت در حقیقت نبیره هایش رو دوست می داشت، تو رو گرفته دکتر به دکتر ننگشت. بچه ها بیایید، آشخانه می رویم. رفتیم. باز همه رو به شما آوردیم. اگر گپ نزنی نمیشد ها؟ باز وقتی به حرکت در آمدنمون شد. چی باز مسئله مو خدمتگار است؟ نه، این دفعه قربانی تغییر یافت. اگر فریده را از بین برداریم، این به فایده کار پینار می شود. اما اگر خانم آسیا بمیرد، اگر چی گفتنتان رو میدونید، همه رو میشناسم. خیلی دقت جلب میکنیم. گمان بر اساس شما میشوید. جنجال های در شرکت کردهتان رو همه میدانند. انا در اینجا تو در بین میدرویی. کاری بکن که این کار به صدمه مانند شود.
آخر همه‌اش را من فکر کنم؟ آخه نمیدونم آخر. نمیدونم نگوی. کلان بازی کرده کلان برد کن. قاعده همین است. از چقدر فایده میدانید؟ ثروت خانم آسیا را میدانی؟ اون طرفش را خودت فکر کن. تو نمیارزی و هیچ چیز نمیارزی. میفهمی؟ ما رو میشنوی؟ نمیارزی آخر. تو از اینجا 3 ظرف گیر. اینها رو چیکار میکنیم پدر؟ اکنون به درونش آب ریز. شرف تو از جوان 2 سبزی 2 تخم گیر. خوراک میپزیم پدر؟ خوراک میپزیم، اما روحاً سیر میشویم، نه جسمهای ما را سیر میکنیم. انا آب رو همان دختم. بسرم تو ظرفا را در بالای آتش مال. قهوه در کجاست شرف؟ قهوه در آنجاست. بسرم از درون اینها 2 دانه تخم قهوه گیر و داخل یکی از ظرفها سبزی، و دیگرش تخم و به دیگرش تخم قهوه را انداز. دیگر یگان چیز رو برداشته نمیتوانم. به خدا وزنین شد. آخر معلوم است که کسی از دستم نمیگیرد. رقم های گل رو در کجا بود؟ من اون رقم ها رو در کجا موندم؟ در کجا مونده؟ در اینجا گفته بود که آمده کمک میکند. الان حاضر وقتش است آمده کمک کند. آخر احوال تو معلوم است کن. مادر چی کار میکنید؟ میخواید مرا به قهر آرد؟ تو هم دیواری نمکش شده ای. از کجا میبراری؟ اگر با تو باشد من اینقدر اشیا رو تمامی بارهای خانه رو باید خودم تنها بردارم. همین تا؟ همین رو میخواهی؟ معلوم است که تو همین رو میخواهی. مادر زنگ نزنید مادر. جانم چرا زنگ نزنم؟ هر کاری که خواهید کردن گیرید، اما مرا از امیر جدا نمی کنید. من و امیر هم دیگرمون رو خیلی دوست می‌داریم. وقتی که با کمیسر گل رو گپ می‌زدید شنیدم. گفتید که اون کودک ها را دانسته کرده است. بله دانسته کردم، چون که این کودک ها باز ما را با هم سخت‌تر پیوست می‌کنند. حتی دیگر جدا شدن هم نمی‌مانند. اگر خوب هم جوشید پسرم از آنجا 3 طبق میده. در درونشان اول سبزی، بعد تخم و بعد قهوه را گذاشته بیارید.
خیر چی شد؟ کنی گوید؟ پدر آخر تیار شد. از کدام حالت به کدام حالت رسیدن این را میپرسم. سبزی ها با خدا خیلی ملایم شدند. خیر تخم چی؟ پدر من خودم را در امتحان احساس کردم. قدم سرم با تخم چی شده است؟ آخر پخت حالا سرد شد. اما تخم های قهوه بی تغییر ایستاده است، همین طور نه؟ در اول چی طوری بودن در آخر هم همین طور است. گوش کنید فرزندانم، در عائله داری باید عشق و شوقت یک جا باشد. در عائله داری که عشق نباشد جفت‌ها مثل همین سبزی ها نرم می شود. اگر شوقت نرسد جفت‌ها مثل این تخم سخت می شود. از بیرون فکر میکنی که چیزی نیست اما درونش دیگر است. با مرور وقت از هم دیگر دور می شود. یک و دانه های قهوه نگرید، آنها را هر قدری که جوشانید بالای این هر دفعه بوی خوش و لذت خوبتری به دست می آرید. اکنون نوبت به درس اساسی من رسید. امیر 2 پیاله بیار. پیاله ها اکنون هر دوش را پر کن. خوشکه کنی نوشید. خوب است همین طور نه؟ انا در عائله‌ای که عشق و شوقت یک جا باشد همین خیلی خوب می شود. شرطها هر دوری نباشند جفتها تغییر نیافته همان طور می مانند. باید و شما اشتهایتان. خوب بود است. نوشی جا نکن. از این بعد نه تو و نه من نامش رو نمیگیریم. در این موضوع گپ نمیزنیم. اکنون تنها من و توییم. دخترک من. بیایید شما کارمون و قهوه هایمون رو نوشیم. حالا از پیش روزهای درازی هستند، بعد جمع میکنیم. تشکر. آب رو گیر. دراز؟ دراز؟ خیلی دراز.
برای شب گذشته؟ نه میدونستم یوسفان، اون وقتم میدونستم. من باوری دارم که تو دیده و دونسته به فرزندانمون ضرر نمیرسونی. خیر و خیر، اون وقت من کمی در غضب بودم. مرا ببخش مایلش. تشکر. قهوه خیلی خوب شده است. نوش جان شما. تو این خواب میکنی دخترم، این حیات از توست، این تقدیر. اینها به من نمونده تا آمده بگذاری مادرشان با من میمانند. خدایا خودت ما را از راهی بد نگاه دار، از راهی انتخاب کرده ما پشیمانمان نکن، راهمان را با نورت روشن نما، ناامیدمان نکن. آمین. یک چیز رو گویم. اگر امروز به شرکت نروم خفه میشوید. آخر امروز روز اولی کاریت است. همین طور شرف مرا در نزد همه شرمنده کرد. اکنون من چطور برای آنها نگاه میکنم؟ این چه گپ؟ تو دختری من هستی، سرت رو بلند بردار. مجبور نیستی که به کسی حسابات دهی. رفته به کار شروع کن. شما نمی آیید؟ نه، من کمی کار دارم. بعد از حالتی ناگواری دیروزه میخواهم کمی در ساحل راه روم. بعد نصف روزی با میخونیم. خیر میلش. فریده، صبح بخیر. صبح بخیر. تو با شوهرت صحبت کردی؟ خانم موسیه، من گپ شما رو شکسته نمیخواهم، اما به این مسئله کاردار نشوم. به این هم مناسبتم خوب نیست. و فکر من هم خوب میکنی. میلش دخترم، من در بزنم. امروز از شرکت که بر اومدیم به خانه اش میرویم، خیریدین رو هم میبینیم. فکر میکنم در اویلهشون یگان نفری با عقل سالم هست. فکر نمیکنم. وای اصلا امروز نرویم و با اونها صحبت نکنیم چی؟ چرا؟ تو خیریدین رو دیدن نمیخواهی؟ جانم البته میخواهم، مگر این فکر کردن ممکن است. اما میخواهم شرفم کمی عذاب کشد. از روز تولدش یکم بار در دستش نگرفته بود. من خودم تنها خریدین رو کلو کردم. او تنها نشان دادن رفته رو میدوند. کمی بینیش خون شود هم شاید با این راه پدر بودنش رو به خاطر میارد. من باوری دارم. خودتان میبین بر نزدیکی او خریدین رو گرفته میارد. خیر، طاقت کرده میتوانی؟ من علاقه تضمون شدمش. من هم جانم، اما من طاقت میکنم. چی چیزهایی رو طاقت نکردم؟ خاطر نشد آقای تیمور، در نزد در هستم. ها بر اومدم. تو بازدید دختر.
یک دقیقه خانم آسیا با ماشین ننشست. مایلش فرصت رو میکنم تعقیب کرده شدم. در خونه کی هست؟ کسی نیست، اما حاضر می آید. یاسمن به کجا رفت؟ امیر او را برای تشخیص برد و نزد دکتر. برای تشخیص برد؟ برای کودک ها؟ خیلی خوب، خیلی خوب. خیر گوی که زن و شوهر حیاتی خوش و خرسندانه میگذرانند؟ نه غالب، اینطور نیست. چنونی فکر میکنی اونطور نیست. اصلا روزی گذشته مناسبتشون خیلی بد. بس است. وقت کم مانده است و تو گفتم، اما تو به من گوش نکردی. نباید. غالب چیکار کنم؟ از خانم برآمده را گفتم نمیتوانم. من چیکار کنم؟ باطلا گویم که خسته بیا. خانم نباید. خوبش بیا ما از این شرطنامه دست کشیم. نه ایست غالب، با من کمی دیگر وقت ده. وقت؟ چه وقت؟ مگر وقت مونده است؟ اگر کمی دیگر دیر کنی دکتر هم کودکا را نمیگیرد. نباید. غالب اگر یک هفته دیگر وقت دهی من حل میکنم. اگر نتوانم گفتی شما شود. سلام مولا. سلام. این رو دارید. تشکر. چه حال داری دخترم؟ خوبم پدر. از همینجا میگذشتم یک خبر گیرم گفتم. خوب کردید پدر، خوش اومدید. خیر چه حال داری؟ کودک ها چه حال دارن؟ دکتر چی گفت؟ خوبند، وزن گرفتند. خیلی خوب. شنیدید خانم نباهد؟ انا دیدید خوب بودن. باز وزن هم گرفتن. چنان خرسند شدم که انشاءالله به نزدیکی صحت و سلامت در دستتان میگیرید. انشاءالله. تشکر. من هم به نزد شما میرفتم برای مسئله خانه. ما خانه رو خالی کرده ایستادیم. خانه فروش ها هم میتوانند به راحت خریدارها رو بیارن. انشاءالله در مدت کوتاه قرضمون رو به شما برمیگردونیم. هر چی که شما مناسب دانید. دخترم از من یگان خواهشی داری؟ نه پدر، سلامت باشید. اینطور باشد به من اجازه.
نشناسند. سرده آسیا خب بسته با تو یکم چیز نشد. تو؟ با من دست نرسون. دستانت رو از من دور کن. آسیا اون ماشین قریب بود تو را زیر میکرد. این رو تو میگویی شخصی که 30 سال پیش من رو زیر کرده رفته است. اما آسیا نرفت با من. سرده من رو. آسیا باید با هم صحبت کنیم. نه برای با تو صحبت کردن گپ ندارم. تو پول میخوری. آسیا با خودم همین قدر دارم. گیر مادر پگاه یکم کس رو یابید برای تازه کردن خانه می رویم. میلش؟ میلش چرا غمگینید؟ برای کوچیدنمون. مادر جانی من زیغ نشوید. همین که کوچیدیم با اونجا هم عادت میکنیم. نصیب انشالله. مهمش صبر و تحمل کردنمان است. نباید پدر در خانم حاضر میایم پدر. میلش پدر. چی شده است پسرم؟ هیچ چیز پدرم است. در نزد خانه فروش بوده است. مرا هم جز شاید مشتری افتاد. شاید چنین باشد. یا سومن یکون چیز را پنهان نکن. زود به ما خبر ده. مادر امیر با کجا رفت؟ مادر چرا از من نفرت دارید؟ جواب دهید. با من گپ نزن. من با شما چیکار کردم؟ با منی با پسرم کردی. حیات پسرم رو سوزاندی. اکنون از من زبان شیرین و چهره خندان طلب میکنی. مادر التماس خاموش باشید. خودتون را فریب ندهید. در جای من هر کسی نباشد همین کارو میکند. برای شما بی‌زیب، خوشروی، معیوب، صحت فرق نمیکند آخر. چون که شما با غیر از فرزندانی خودتون کسی را دوست نمیدارید. اپای فریده چی؟ همراه اپای فریده زندگی کردن نتوان. خاموش. اکایش است چی؟ با گناه شما خونه‌اش ویران نشد. شاید برای همین از شما دور شد که دیگر آیلش ویران نشود. شاید راست میگوید مادر. این راست نیست. راست نیست. تو درباره یشر چی میدونی؟ تو چی رو میدونی که درباره یشر گپ میزنی؟ چی رو میدونی؟ من شما رو میدونم. اگر نیتی بدی شما نمی بود حالا اکای شرف در فکر جدا شده نمی بود. شاید حالا اکای یشر هم زنده می بود. خاموش گفتم با تو. خاموش. آرام شوید. پسرم رو رها کن. پسرم رو سرده. دفشا همه از تو بیدارن. نکنید التماس. پسرم با تو میسوزن. دفشا سرده پسرم رو. سرده دلی او با تو میسوزن. اصلا نخواستم با مادرم نشان دهم اما آن خانه به من هم پسر نآمد. من هم نمیخواستم خاطره های شر را در آن خانه گذاشته برایم. خدا ما را خرسند کند. خیر است پسر. خیر است که شما رو میخواستم با کاری نو آشناس کنم. یعنی چی؟ تاکسی میشوی؟ همینطور میشود. هیچ ماشین رو بذارم نکن میکنم. بخیر باشه. کمی بقفا بیایید. کمی بقفا بیایید. امروز روزی باورور بوده است. همیشه خبرهای خوش میشنوید. چی شده است؟
خانه رو فروختیم. با خیر باشه. صاحب خانه گفت که تا وقت کرایه رو میدید میتوانید در خانه زندگی کنید. یعنی چی نمیکوچیم؟ البته نمیکوچیم. این چرا ایستاده؟ با مادرم خبر دهیم. اول من میگویم. اول من. اول برادری کلام. مایلش کنی کشوید. مادر! من کاری نکردم. من هیچ کاری نکردم. من دست نرسوندم. یاسوما من کاری نکردم. او خیلی دست نرسوندم. یاسوما تو هستی. چشمانت را کسا یاسوما. با من یک پیاله آب نمیدید. کاش از خانه نمیبر اومدم. اما جون چی شد از کنیگویت خواهتی شده؟ قریب بود ماشین مرا زیر کند. چی طور شد؟ نمیدونم. به زور نجات یافتم. از پشتم با شست آمد. ماشین با شست آمد. یعنی قصدن کرده است یا اون کس شما رو کشتن میخواست است؟ نه جانم اینطور فکر نمی کنم. شاید من ندرست فهمیدم. اما جون اگر این طور میشد من میکرد همین طور نه؟ با فکرم باید با پلیس خبر دهیم. رقم ماشین رو دیدید؟ نه هیچ چیز رو ندیدم. این طور باشه چیزی رو یافته نمیتوانند. نمیدونم بهترش حالو گپ نزنیم. اشی اگر اجازت دهی من با پینار باید صحبت کنم. شما چه طوری که میخواهید؟ در خصوص صدم یکان چیز رو به من نمیگوید. میدونی مرا کی نجات داد؟ کی؟ پدرت. همسرم رو نجات دهید. همسرم رو نجات دهید. خون روی اشکال جد است. به این حجره در آرید. دکتر را جزارید. همسرم حامله دار است. دوگانگی را انتظار است. خواهید نشوید. بیا اوسیا جان خوش آمدی. با فکرم اونقدر مساعد نیستید. اگر خواهید من دیرتر می آیم. نه بخیر است. چی شد؟ گذشتین. در خصوصی وصیت یک موضوع بود. مادران حال خودشان رو قدر خوب حس نمی کنند. این مسئله هم نمی گریزد. اگر این رو دیرتر مصلحت کنیم خوب می شود. تو چی گفتی؟ مادر گفتی؟ مگر سخنی خطا گفتم؟ نه این رو همیشه شنیدن میخواستم. مرا خیلی خرسند کردی. بیا جانم. وای حجت ها رو گرفته میتوانم. همسرم چه حال دارد؟ حالا خوب است. به هوش آمده است. فرزندانم؟ من میخواهم با شما در این باره صحبت کنم. قبرغه خانم یاسوما شکسته است و این به اعضای درونی ضرر میرساند. باید تعجیلا عملیات گذرانده شود. جراحی میکنید؟ یکم حامله است. برای همین زودتر باید به یکون خلاصه بیایید. نباشد چی؟ متاسفانه برای جراحی فرزندش رو باید از بطنش گیریم.
این رو باید به نظر گیرید. خدا شفا دهد. مسئله رو حل میکنم گفتنت همین بود. آسیا رو کشتن. نقشه عالی. از کجا به سرت آمد؟ دافشاف وقت ندارم که به سفزته های تو گوش دهم. گوش کن، دیروز هم به تو گفته بودم کمی عقلت رو کار فرما. باید قوه هایمان رو یک جا کنی. چی خیل قوه؟ تو چی خیل قوه داری؟ من قوه ام رو از مادرم میگیرم. این وصیت امضا کرده. فرقی بین قش و چشم همین است. من کارم رو در دو دقیقه حل کردم میتوانم. گوش کن، حالا هم با انصافانه رفتار میکنم. بیا آسیا و اشیل رو در یک کنار گذاریم. تو با من شریک میشوی، تنها تو و من. اون زنی که همراهی تو میگردد به تو چی میشود؟ یا اون حریفی جنگ پروش با اونها چیکار کردن میخواهی؟ چی طور از دست اونها رها میابی؟ تو چی ها میگویی ابله؟ و لباس های من چی شده است؟ من به اینها یک عالم پول صرف کردم. لباس قیمتترین بازار است. جانم تو فکر اونها رو نکن. همین که وقتش رسید همه‌شون یک به راهشون میروند. اشیل یک تنگه هم ندارد. آسیا هم هر چیزی داره. آهسته آهسته به نام من میگذراند. آخر اگر تو هم از این کار حصت را گیری مگر بد است؟ به عوضش چیزی زیاده هم نمیخواهم. تنها خاموش موندنی تو. باز نقشه کمی تغییر یافت. چی طور؟ یعنی بجای آسیا فریده. فریده؟ او دیوانه است، از هیچ چیز خبر ندارد. تو همین تا فکر کن. او برای دیقت جلب نکردن این طور رفتار میکند. میدونی حالا در کجاست؟ در کجا؟ در خونه پدرش. بله حیران میشوی. عجب و مادرش هم میدونسته باشد. شاید میدوند اما خاموش است. به این هم او خودش را خوب جا کرده است. اکنون چی میشود چی نمیشود که در کجا چی کار میکند همش را میدوند. این رو بینه؟ ها مایلش. اما اگر مرا فریب دهی میدونم که دنیا رو برایم تنگ میکنی. این رو فراموش نکن. مایلش این طور باشد شرط رو میبنده. این را بینه خیرت این سیستم رو جاری کردم. شاهدی تمامی حالتهای تاریخی میشویم. باز بالای این ثبت هم میکنیم. من امشب به کار نمیبرم. البته ماشین رو میبرم. مایلش خیر. دخترم چی بال دارد؟ یاسمن چی بال دارد؟ آرام شو. صد شکر که زنده است. این چی طور شد؟ فلاکت است آخر، فلاکت. کودک ها چی ها دارن؟ هر بیاشون هم خوبند. اما باید به یک قرار بیایی. قبرغه های یاسمن شکسته است. برای به جراحی در آوردنش باید کودک ها رو گیرند. مایلش باز چی رو انتظارید؟ شما این قرار رو چونین آسان فکر میکنید؟ من حتی به خود آمده بعد از یاسمن هم در آمده نتوانستم. از او فکرش رو نپرسیدم. من در این هیچ مشکلی نمیبینم.
دکتر معلوم است کودک ها رو میگیرن. حیات دخترم از همه چیز مهمتر است. من حالا با دکتر را میخونم. این کار تو نیست غالب. در اینجا شوهرش است. هر دیشان مصلحت کرده قرارشان را میبرانند. با تو یک چیز گویم خیردین، من از این مسئله های صبر و استواری های تو بیزار شدم. دخترم حالا عذاب کشیده ایستاده است. باید زودتر به جراحی درآید. باز کی؟ پدر